علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال شده است به این معنی که اگر شخص روزه میگیرد اما نماز نمیخواند آیا روزش صحیح است یا نه؟ خب اگر مقصد از نمازش نماز تراویح باشد پس روزش صحیح است و نماز تراویح سنت است. نماز تراویح سنت است و بعضی از علما سنت مؤکدش میگن. خب پس در اینجا هیچ باک ندارد، پس روزش صحیح است. اما اگر روزه میگیرد اما نماز فرضی را نمیخواند پس این نفر روزش قبول نیست، مردود است. به خاطر چی؟ چون بنابر قول صحیح، بنابر قول راجح، ترک نماز کفر است. کسی که اکثر نماز ترک میکند و این کافر است. در حدیث صحیح داریم پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماد که فرق بین ما و کفار و مشرکین این نماز است. فمن ترکها فقد کفر. هر کسی که ترکد پس به تحقیق کافر شده است. الله عز و جل میفرماد که فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین. اگر توبه کردن، نماز خواندن، زکات دادن، پس برادرای دینی شما هستند. پس در اینجا ببین توبه کردن، نماز خواندن، توبه کردن، نماز خواندن و زکات دادن، بعد برادرای دینی شما هستند. تا این وقت برادرای دینی شما نیست. در حق مشرکی نمیگن. در سوره توبه صفحه دوم، صفحه اولش میاد این مثلا. پس کسی که روزه میگیرد در حالی که نماز نمیخواند اینا بداند که نفر کافر است و روزش قبول نیست. صدقه میکند قبول نیست، حج میکند قبول نیست. برای چی؟ چون نماز بنابر قول صحیح اصل است در ایمان. نماز در ایمان اصل است. هر کسی ترکش کرد کافر می شود، به خصوص کسی که همیشگی ترکش کردگی است. الله المستعان. این چگونه روزه است که انسان مهمترین واجبات که پیش از روزه این نماز است، این ترک میکنه، روزه میگیرد. با کدام ایمان این نفر روزه میگیرد؟ اعوذ بالله من ذلک.